خبر داغ از آسمان ایران. شب 16 شهریور ماه کامل وارد سایه زمین می شود و شاهد یک خسوف بی‌نظیر خواهیم بود. این پدیده فرصتی طلایی برای علاقمندان به نجوم است که سالها انتظارش را کشیده‌اند. ماه آرام آرام رنگش به نارنجی و قرمز تغییر می کند و این تغییر رنگ نتیجه حرکت زمین و سایه‌ای است که بر سطح ماه می افتد. چشماندازی که هیچ عکس و ویدیو نمی تواند حس آن را کامل منتقل کند. دانشمندان میگویند هر خسوف داستانی از رقص زمین و ماه است. حرکت هماهنگ و دقیق این دو جرم آسمانی باعث می شود این نمایش زیبا و اسرارآمیز ایجاد شود. اگر در این شب آسمان صاف باشد، می توانید جزئیات شگفت‌انگیز ماه را با چشم غیر مسلح ببینید و یا با دوربین‌های نجومی تجربه‌ای نزدیکتر داشته باشید. این لحظه تجربه‌ای است که نسل‌ها آن را به خاطر خواهند سپرد. پس آماده شوید. نگاهتان را به آسمان بدوزید. خانواده و دوستانتان را جمع کنید و این معجزه کیهانی را به چشم خودتان ببینید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و دریافت اخبار جذاب نجومی حتما سابسکرایب کنید به چنل. شب 16 شهریور را از دست ندهید. ماه قرمز در انتظار شماست.